40 سالگی شاید عجیب ترین سن آدم باشه، زمانی که نه جوونی و نه پیری. با این حال 40 سالگی رو دوست دارم. احساس رهایی میکنم، چون نه به آنچه که در شور جوانی تعصب داشتم دیگه متعصبم، نه ترس از قضاوت شدن دارم، نه از شکست میترسم، از ترس اینکه غرور جوونیم بشکنه. زندگی میکنم با جرأت بیشتری، انتخاب میکنم با آزادی بیشتری، رها میکنم با امید بیشتری. آینده رو میبینم و با حال خوش بهتری در اطرافم سیر میکنم. 40 سالگی جوانترین سن میان سالیه، آغاز دوره‌ایه که باید به ثمر نشستن تلاش جوونی تو ببینی. یه جمله معروف هست که میگه 40 سالگی یعنی شروع زندگی.